سلام علیکم، من اومدم صبحان گرام امروز قراره با یه پوستر درست کنیم. پس به من آماده باشید. این ویدیو قراره یه پروژه انجام بدیم، به اسم پروژه چیز سازی، پوستر سازی. خب امروز میخوام پوستر چیز جان سینا رو بسازم، لقبای جان سینا رو بسازم. بذار من پیداش کنم. اینو میخوایم بکشید پوسترمون. و پس با ما همراه باشید. لازم برای ساخت پوستر رنگش، یه مقدار آب، یه مقدار دست و کاغذی و یه دونه برگه مخصوص نقاشی، نه برگه آچوره چیز. خب قراره بسازیمش. با توجه به تصویرم که خونه کنم تابلو رو پوستر رو بسازم. بچه اگه طرفدار جان سینا هستید حتما ویدیو رو لایک کنید و این زنگوله رو بزنید که با خبر بشه که چی پوستری برای شما میذارم. حتما چنل رو سابسکرایب کنید. عشقتون، دمتون هم گرم. خب طبق تصویر میخوایم این رنگشو آبی و داخلش هم این چیزه. خب حالا شروع به رنگامیزی میکنیم. اول باید دهن قلمون رو باز کنیم. خب برای اول کاری باید چیزمون رو بکشیم. خب اینو در آوردیم. حالا مثل این تصویر بسازیمش. خب بریم برای کار. خب اول باید کنارهاش رو رنگ کنیم. خب کار رنگیمونم تموم شد و اینجور چی عذاب در اومد که کل میز به چخ سگ رفت، دستم به گوش رفت. حالا باید این رو درست کنم. بچه ها لطفا ویدیو رو لایک کنید تا یکم انرژی بگیرم. مرسی که لایک بکنید. به نظر میرسه کاملا خوش شده. بچه اگر طریقه فیلم بذاره تا بگید، چون یکم فیلم رو خوب پیشرفت نکرد. اگه سعی کنید که فیلم رو پیشرفت بدید و بهتر فیلم بگیریم. چجوری شده رنگی اون بچه به پاچ گوی رفته، خب اول این رو باید خوش کنیم که رنگ آبیش از بین بره. کل دستام به گوش رفت، دستام خراب شد. اینقدر بدم میاد از کل رنگامیزی، آخرش اینقدر کثیفی داره. مجبوری با این سفید دیگه رنگ کنیم دیگه، مجبوریم. سفید اینگه خشکم شده. خب مجبوریم بکشیم اینا. خب مجبوریم اینقدر گرد نندازیم توش. یکم گرد کشید، یکم گرد رفت توش. بذار یکم آب بریزم. نه آبش رنگی نمیشه ریخت. حالا مجبوری با اینجور کاری بکن دیگه. خب شما فعلا همراه باشید تا اینو بکشم. انگار رنگ سفیدم خیلی عاشقا بوده و اینجوری به دست آورده. حالا نهایت رنگ قرمزی که اینو مثلا محسوب بزنیم. خب حالا رنگ قرمز رو در بیاریم.
قرمز. خب رنگ قرمز رو الان در میاریم. خب بچه ها بالاخره رنگ قرمز رو پیدا کردیم. نمیدونم کجا غیب شده بود. حالا وقتشه این مسعود روسی رو بزنیم. خب شروع میکنیم. خب اول طبق چیز دورش عدد چیزا میکشن. چقدر پررنگ داشت. خب تموم شد. تا اینجا کشیدیم و اینجا هم یه چیز میدیم. فکر کنم پوسترمون دیگه آماده شد. خب فعلا سعی میکنیم تا کل رنگاش خوش بشه. فکر کنم رنگمون هم خوش شد و دیگه وسیله ها رو میزنیم سر جاش کم کم. این تا رو بهتون نشون بدم. خب این ویدیوی من دوبار کنید، لایک و سابسکرایب فرامون نشه تا ویدیوی بعدی. خداحافظ. چقدر دستم رنگی داشت.